بیماری‌ها عوامل گوناگونی دارند. ویروس‌ها، میکروب‌ها و عوامل متعدد دیگر باعث ایجاد بیماری‌ها می‌شوند. طبیعتاً بیماری ناخواسته وارد بدن می‌شود و فرد بیمار تأثیری در این ماجرا ندارد و نباید به دلیل بیماریش احساس گناه و شرم کند. ولی مطابق آمار بیش از 45% از بیماران از نوع بیماریشان خجالت می‌کشند و سعی می‌کنند آن را از دیگران پنهان کنند. این مسئله در مورد برخی بیماری‌های خاص نمود بارزتری دارد. کچلی کی داره؟ کچلی کی داره؟ یا معتاد کیه؟ معتاد بیا عملی. شرمنده و واسه یکی از دوستان میخوام بدبخته. آره اروا خیکه خیکمون کجا بود؟ شرمنده. باد فتح کی داره؟ باد فتح زایه است خیلی. باد فتح خیلی زایه است. باد فتح زایه. برای بابام میخوام البته. آره. بواسیر هات کی داره؟ بواسیر هات همراه با خونریزی. هات میگرن کی داره؟ بله من. من میگرن دارم. سلام درد. مریضی به این میگن میگرن، اصلا کلاس داره. تو سرما. کی داره؟ من بواسیر دارم. بواسیر هات